بیایید با من آماده شید بریم جشن عقد. اول از همه پوستمو زیرساز میکنم که از این آبرسان لورآل استفاده میکنم. از این کرم پودر کاریستا استفاده میکنم. توی چشم مشکی میکنم. با مداد قهوه‌ای اینطوری میکشم روی چشم. اینو میام فید میکنم. میرم سراغ میکاپ پوستم و بعدش میکاپ چشممو کامل میکنم. از این کانسیلر الیت استفاده میکنم که خیلی کانسیلر خوبیه. بونمو زدم. الان میام از یه هایلایتر صورتی استفاده میکنم. جدیدن ترند شده که از یه پودر فیکس صورتی استفاده میکنم. من ندارم. میام از این سایه که صورتیه میزنم به زیر چشمم به عنوان پودر فیکس. خیلی خوشگل شد. بچه شما هم حتما امتحان کنید چون قشنگ اون حالت مرز بین کانسیلر و رژگونه رو از بین میبره و خیلی خوشگل میکنه. برای میکاپ لب نودترین خط لبم رو برمیدارم. توی لبم هم هیچی نمیزنم، فقط این خط لبه رو خیلی کمرنگ میزنم به دور لبم که حاله ایجاد کنه. بگو چه خوشگل شد. برم روش یه لیپ گلاس خیلی نود میزنم. تادا، اینم از آرایشم. بیایید پارت 2 که موها و لباسامو میپوشم.